دادگاه عالی هند حکم کرد که طلاق اسلامی مخالف فرموده‌های اسلام و هم قانون اساسی هند بوده است. در حکم دادگاه که روز 22 اوگوست صادر شد همچنین آمده است حکومت هند باید برای راه ندادن به طلاق قانونی نو تهیه کند. دادگاه هند بعد از مراجعت مردم برای بررسی مسئله درستی سه طلاق چنین حکم صادر کرد. زنان مسلمان در هند میگویند چنین طرز جدا شدن آنها را در حال بد میگذارد و در این باره صحبت داریم با محمد امین مدقق رئیس رادیوی مشعل و با برنامه ما خوش آمدید. نخست میگفتید که دادگاه هند چی وجه پیش آورد که چرا طلاق ضد قانون اساسی هند و هم فرموده های اسلام بوده است؟ ببینید در هند مذاهب مختلف وجود داره، از جمله حدود 160 میلیون مسلمان هم در هند وجود داره که از مذاهب مختلفی که در اسلام هست پیروی میکنه. مسئله اینطور نیست که هند مطلقاً طلاق اسلامی را منع کرده، بلکه طلاق ثلاثه را که به نام طلاق غلیظ هم یاد میشه او را هند منع کرده. در طلاق غلیظ اکثر علمای اسلام هم اختلاف داره که آیا این طلاق ثلاثه به یک بار داده شود و یا در هر ماه یک بار داده شود. در اینجا مذاهب اسلامی هم اختلاف داره. چیزی که هند منع کرده است که یک آدم در یک دقیقه برای زن بگه طلاق 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 و بالاخره او طلاق یعنی نتایجش قسم است که وقتی شما این سه طلاق دادین او زن دوباره نمیتونه با شوهر خود نکاح کنه تا که یک شوهر دیگه بگیره و بعد از او باز به شوهر اصلی خود مراجعه کنه. تحت شرایط بسیار خاص اجازه داده شده. آیا ادعاهای یا که گفته‌های هم بودند که این حکم دادگاه بر ضد جامعه مسلمانی هند است که 160 میلیون نفرن آنگونه که گفتید؟ بله، قسمی که پیشتر گفتم یک تعداد زیادی از جامعه مسلمانای هند میگن که چون قانون اساسی برای همه مذاهب حق داده که برای مذاهب خود عمل کنه، بنابراین وقتی که شما او را محدود میسازین این برخلاف حکم قانونی اساسی است. اما تعداد دیگه میگن که نه، در اینجا مذاهب یعنی مذاهب‌های مختلفی که در اسلام هست در این مورد اختلاف داره، بنابراین باید قانونی جور شود که همه را در بر بگیره. چون شما می‌فهمید در اونجا مذاهب سنی هست، در سنی هم حنفی هست، مالکی هست و در هند مذاهب دیگه یا به اصطلاح روش‌های دیگه دیوبندی و بریلوی و چی هستن که هر کدامشون تعبیرهای مختلفی از اسلام داره. بنابراین بعد از اینکه یک نگاه جامعی باید به این شود که تمام مذاهب اسلامی که در هند هستند اونا را آورده شود و به اساس رأی از اونها یک طرح جامعی و طرحی که مورد اتفاق همه باشه چی شود ساخته شود. چون این قسم طلاق در میتر حالتی که هر سه طلاق به یک بار داده شود تعداد زیادی از این استفاده سو میکنه. بنابراین راهی باید سنجیده شود که جلوی همین استفاده سو گرفته شود. یعنی عکس العمل در اونجا عکس العمل جوامع مسلمان در هند مختلف بوده. ایده طرفدار از این بوده که قانون نو باید ساخته شود که خوبتر باشه، جامعتر باشه و خطری از هم پاشیدن خانواده ها کمتر باشه. تعدادی هم گفتن بالکل این رد کردن. و آخرین سوال، آیا این نگرانی هست که چون این حکم میتواند سبب اختلاف بین هندوها و هم جامعه مسلمان شود، چون در گذشته این گونه اختلافات در هند زیاد بوده؟ فکر نمیکنم، به خاطر اینکه این حکم قاطع و یک بارگی نیست. این حکم با حکومت امر میکنه یا به پارلمان یا امر میکنه که قانون نو باید بسازه در قسمت. یعنی چرا مسئولیت راجع ساخته با پارلمان و در پارلمان نماینده های مسلمان هم هست، در نماینده های هندو هم هست، اونا سری موضوع شاید بحث کنه. منتها در پارلمان هم تعداد نگرانی از این داره که مسلمان ها در پارلمان اقلیت است، چگونه اکثریت با بتونه یک قانونی را برای اقلیت ها بسازه. قانون پارلمان اکثرا بنابر رأی اکثریت تصویب میشه، در حالی که اکثریت در اونجا هندو است. ولی چون این یک موضوع بشری است، موضوع اختلافی است، شاید تعدادی از هندوها، تعدادی از مذاهب دیگه هم به دلایلی که وکیلای مسلمان ارائه میکنه گوش بکنه و در نتیجهش
یک قانون دیگه تصویب کنه. جامعه هند یک جامعه قانونمند است. فکر نمیکنم وقتی مثلا به پارلمان راجع شد در اونجا بحث میشه و هر تصمیمی که پارلمان میگیره نماینده مسلمان هم در شریک خواهد بود. تشکر زیاد محمد امین مدقق رئیس رادیو مشعل با ما صحبت میکرد. تشکر.